السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم استاد السلام. همین من سوال دارد که میگه بعد ساعت 12 دیرتر خفتن خونم می شود؟ خب مسئله خفتن این خیلی گفته نمیشد که ساعت 12 گفته نمیشه، برای آنکه در هر منطقه یعنی شب هر خیل است. در بعضی منطقه ها شب 9 ساعت، در بعضی جاها شب 12 ساعت. نصف شب شود الکی مکروه است اون طرفش، یعنی نصف شب شود مکروه است. کوشش کردن در اولی شب، یعنی در 3-1 اولی شب نماز خفتن رو خواندن در کار. لیکن اگر تا وقتی بامدادم خواند اجازت است، یعنی نمازش قضا نیست ولی اذان بامداد نشده است، اگر خفتن خواند قضا نمیشد ولی مکروه است دیر کردن، دیری بعد کردن، از نصف شب دیر خواندن. اینه گفته نمیشه ساعت 12 شب. شما در کجا قرار داری شب حساب کنید، از اذان شام تا اذان بامداد حساب کنید، همین شب است، یعنی از نصفش نگذرد. کوشش کنید در ابتدای 3-1 اولی شب نماز خفتن خوانید.